سلام دوستان، سزا مهرزاد هستم. خوش اومدید به این ویدیو. آقا بعد از چندین ماه اومدم با یه ویدیوی بسیار بوم از تکسچرهای مایکرافت و بهترینش و بگم که تمام این تکسچرهایی که میگم برای تمام نسخه های جاوا ادیشن هستش و میتونید بیاین در لینک دیسکورد که این پایین الان توی دیسکریپشن گذاشتم وارد بشید و این تکسچرها رو دانلود کنید. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، این اولین تکسچر ریسورس هست که بهتون معرفی میکنم. اسمش کوادرال هستش و این تکسچر چیکار میکنه آقا؟ این تکسچر نگاه کنی یه نوع کارتونی میده و خیلی قشنگ میکنه اینجا رو. این الان FPS هم تا 200 هستش و همه چی بسیار خوب روش کار شده و روی هر آیتمی عوض شده. گوسفنداش خیلی بامزه و خوب شدن، ویلیجراش هم خیلی گوگولی شدن. اگر بخواین میتونید این تکسچر ریسورس ها رو که در واقع ریسورس پک هستن ولی خب بهش میگن تکسچر، اینا رو میتونید دانلود کنید و از بدوارز هم براش استفاده کنید. خیلی هم به درد میخوره، FPS تون هم پایین نمیاد، خیلی هم قشنگ و باحال میکنه. بریم سراغ تکسچر دوم. خب دوستان، تکسچر بعدی اسمش فیتفوله. حالا میگین که الان توی این هیچ تغییری نمیبینم، اما کاملا شما داریم اشتباه میکنیم، چون که الان اگر دقت کنیم کلی به پیکسل های این بلاک ها اضافه شده و اگر دقت کنیم متوجهش میشیم. و بذارین دوباره برم روی بدون تکسچرش که متوجهش بشیم. ببینید الان این بدون تکسچر هستش و میبینید که چقدر ساده شده و دوباره با تکسچر میبینید و اینم با تکسچرش. حالا اگر سیستمتون زیاد ضعیف و یعنی زیاد قوی نیست و ضعیفه، میتونید از این استفاده کنید که کیفیت مایکرافت رو بالا میبره. الان متوجه نمیشین ولی خب مثلا در اینونتوری این چیزا یه سری گوشه گرفته و قشنگ شده دیگه. نگاه کنید توی قسمت آپشن و این چیزا یه حالتی بهش دست داده. بریم سراغ تکسچر سوم. تکسچر سوم اسمش میزونوس 16 کرفت بود اگر فکر کنم. اینو بیشتر به درد ویلیج میخوره و ببینید چقدر بامزه شده. ویلیجر رو شبیه سگ کرده، چون که این بیکاره. چرا شبیه سگش کردین؟ گناه داره. خب ببینید همه چی اینجا الان تغییر کرده، گندما و علفا و تختش حتی، و نه فکر میکنم برای بدوارد مناسب باشه چون اصلا FPS هم پایین نیومده، همون FPS ثابت رو دارم. ببینید کلا همه آیتم هاش به شکل باحال و خفنی تغییر کرده و این ریسورس پک بیشتر انگار که خیلی کلاسیکش میکنه و خیلی بامزه است. الان یه حالت آرامشی به آدم میده. نگاه کنید این روباه، این میتونید به عنوان مثلا کارتون ازش استفاده کنید، خیلی باحاله. بریم سراغ تکسچر چهارم. خب ریسورس پکیج تکسچر چهارم اسمش جیکلوس هست فکر کنم. این تکسچر چیکار میکنه؟ یه ذره بازی رو حالت گرم و رنگاش و طیف رنگیشون رو بکنید یه حالت گرم بهش دست داده و خیلی دنج بیشتر به درد ویلیج ها میخوره. اینم باحال دیگه. نگاه کنید الان خودتون از اینجا هم نگاه کنید، خیلی خوب و خفنه که تازه FPS هم یه ذره بالاتر هم رفته و خیلی هم FPS رو پایین نمیاره و حتی FPS بوست هم هست. بریم سراغ تکسچر پنجم. خب آقا این ریسورس پک اسمش ریسورس پک ساپیکس کرافت فکر کنم، ریسورس پک پنجم. و این ریسورس پک بستگی به سیستم شما داره. طبق اون سایتی که گذاشتم الان شما ببینید FPS من همون FPS ثابته. خب این تکسچر رو با 64 پیکسل دانلود کردم و اگر سیستم شما مثلا در حد مثلا 8 گیگ رم و کارت گرافیک مثلا چجوری بگم
در حد مثلا 962 گیگابایت باشه و بین 32 پیکسل دانلود کنید. کمترینش هم 16 پیکسل و فکر کنم 8 پیکسله که خیلی سیستمتون داغون باشه و 16 پیکسل دانلود کنید. که این تکسچر هم خیلی قشنگ میکنه دیگه، تکسچر گرافیکی و قشنگ و کاملا تمیز، علفاش تغییر کرده، آیتماش کامل تغییر نکرده، ولی مثلا درختش الان ببینید تغییر کرده، قسمت اینونتورم تغییر کرده، طولم تغییر کرده، اینجوری گلدن عکس این شکلی شده، این تنابای برای اسبا تغییر کرده، آی آفنده تغییر کرده، همه چی تغییر کرده. خواستیم بریم اینم دانلود کنید و توی قسمت ریسورس پک بذارید و بریم سراغ تکسچر شیشم. تکسچر ریسورس بعدی اسمش ریترو NES هستش و این کاملا بازیتون رو سبک کارتونی و باحال میکنه. یه حالت قدیمی بازی ها رو دیدیم، مثلا قدیمیشون چجوری قشنگ همونجوری شده. اگر بخوام مثلا بازی رو یه حالت فان و خنده‌دار کنید یا هر طور دیگه ای، این ریسورس پک رو به شما پیشنهاد میدم. ببینید الان این علفاش چرا این شکلی علف، الان فکر کنم کاکتوسه، کامل همه چی تغییر کرده. یعنی بخواید یه ماینکرافت دیگه بازی کنید، این تکسچر ریسورس رو به شما من پیشنهاد میکنم. و بریم سراغ هفتمین تکسچر ریسورس، یعنی آخرین و ویدیو رو به اتمام برسونیم. و خفن ترین تکسچر چیزی که ریسورسی که میخوام بهتون معرفی کنم چیزی نیست جز این تکسچر. و ببینید همه چی واقع گرایانه تر شده، ویلیجرها شبیه آدم شدن و کاملا سنگاش تغییر کرده، آبش یه حالت بیرنگ و سیاهی گرفته، چمناش کاملا تغییر کرده و حتی گندماش یه حالت تیزی گرفته و کاملا قشنگه. حتی خورشیدش هم گرد شده. انقدر که این تکسچر ریسورس باحاله که خودم واقعا طرفدارشم. و حتی ببینید یه چرا لگ خوردم و حتی ببینید که این درخت چقدر تغییر کرد و قشنگ شده. و اینم تا آخر ویدیو و آخرین و قشنگترین تکسچر ریسورسی که بهتون معرفی کردم. تا ویدیوهای دیگه خدافظ. جون بریم کرم بریزیم بنوزم. خب یه دونه این، یه دونه هم این و یه دونه هم این. آماده ای؟